سرخط خبرها. عید قربان در تاجیکستان 6 ایون تجلیل می شود. هلاکت 2 نفر و مجروح شدن 3 نفر در صدمه در ناحیه ورزاب. ساکن ظفرآباد برای کشتار همسر و فرزندش به حبس ابد محکوم شد. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتج منظوری شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم ایدیبک سید از دوشنبه. عید قربان در تاجیکستان 6 ایون تجلیل می شود. این را شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان معین کرد. نماز عید ساعت 5:45 در مسجدهای کشور برگزار می گردد. بر اساس قرار شورای علما، امام خطیبان وظیفه‌دار شدند که در موعظه های ادانه خود به موضوعهای مهم اجتماعی از جمله دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران، صرفه و سرشته‌کاری، خودداری از اسراف و نظارت کودکان و نورسان در روزهای عیدگردک توجه مردم را جلب نمایند. عید قربان یکی از دو عید بزرگ مسلمانان بوده، همه سال در روز 10 ماه ذوالحجه تجلیل می شود. مسلمانان دارا در این روز چاروا قربانی می کنند و کمک‌هایشان را به نیازمندان می رسانند. روز 26 می در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در کیلومتر 66 شاهراه دوشنبه خوجند چناق در حدود ناحیه ورزاب 2 نفر به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر جراحت برداشته‌اند. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، راننده ماشین مرسدس بنز ساکن دهه راهخط ناحیه عینی هنگام حرکت به سمت دوشنبه با 4 مسافر از راه بیرون شده به جریه 400-500 متر سر و زیر شده است. در نتیجه 2 مسافر، یکی ساکن 61 ساله دهه سنگیستان ناحیه عینی و دیگری ساکن 29 ساله ناحیه مسجد کوهی در جای حادثه جان باختند. راننده و 2 مسافر دیگر جراحت برداشتند. مقامات سبب‌های صدمه را تحقیق دارند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیایی رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. سودی ولایت سوخت زاکر اعظمov ساکن 40 ساله ناحیه ظفرآباد را برای کشتار همسر و فرزند 11 سالش به حبس ابد محکوم کرد. در این باره از پلیس با تکیه به اطلاع سودیا شهرت محمد نظری خبر داد. به گفته منبع جنایت شب 28 نوامبر سال 2024 در زمینه رشک و عداوت عائلوی رخ داده است. زاکر اعظمov که ساکن جماعت شهرک مهنت‌آباد است با گمان خیانت از طرف همسرش فیروزه اعظم و دست به کشتار او و فرزندش سیاد خان زده است. تفتیشات معین کرده است که اعظمov با تبری که قبلا از بازار با نیت صادر کردن جنایت خریده بود، همسر و فرزندش را به قتل رسانیده، جسدها را با بنزین آتش زده است تا ایز جنایت را پنهان کند. زاکر اعظمov بر اساس قسم 2 ماده 104 کدکس جنایتی تاجیکستان گناهکار دانسته شده با حکم دادگاه به حبس ابد محکوم گردید. نظر خودی محکوم شده و نزدیکانش تا حال دسترس نیست. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در سال 2024 در کشور 75 حالت کشتار و قصد آدمکشی به قید گرفته شده است که 18 حالت بیشتر نسبت به سال 2023 بوده است. کارمندان میلیسیا و مقامات پروکراتورا در ناحیه جلال‌الدین بلخی ساکن 23 ساله دهه شمید این ناحیه را با گمان کشتار دستگیر کردند. به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختان، او یک مرد 39 ساله ساکن دهه دوستوف را زنده به زنده آتش زده است. گمان برشونده مهرالدین باقیف سنه‌های 10 تا 13 اپریل در بازار مرکزی ناحیه مذکور با مرحوم دوران جان سنگین واخورده از او 15000 سومانی قرض پرسیده وعده داده است که در مدت
3 روز این مبلغ را بر زیاد برمیگرداند. با گفته مقامات تفتیشاتی گمانبر با مقصد خلاصی از پرداخت قرض نقشه کشتن سنگینوف را کشیده است. او پیشکی مواد آتشگیرنده، دستپوشی رزینی و آتش افروزک را خریداری کرده روز 19 اپریل مرحوم را با بهانه مینتداری به تپه‌های دهه دوستی برده است. در آنجا بین آنها مناقشه سر میزند. باقیف تلفن سنگینوف را میگیرد، او را لطوکوب میکند. سنگینوف به زمین افتاده تخمینا 10-12 متر به پست خمی ها سرازیر شده از هوش میرود. در همین حال باقیف بر روی و بدن او بنزین ریخته آتش میزند. سنگینوف در جای حادثه هلاک می شود. مقامات میگویند باقیف قصد داشت از حادثه را چون خودسوزی وانمود کند. نسبت مهریدین باقیف که گذشته داغدار جنایتی داشته است، حالا با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان کشتار با بیرحمی مخصوص و با مقصد رویپوش کردن جنایت پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی آبونه شوید. خیر.